مسخره ترین مالیاتی که توی اروپا باید بدی؟ مالیات برای داشتن سگ. چندشترین کار اونا از نظر ما؟ فین کردن بلند جلوی همه و همه جا. ضایع‌ترین کار ما از نظر اونا؟ شستن خودمون تو دستشویی با آب. عجیب ترین جریمه در اروپا؟ جریمه برای کشتن زنبور. اگه یه سگ گوگلی یا بچه بامزه تو اروپا دیدی چی کار میکنی؟ به هیچ وجه بهش دست نمیزنیم. یکی از سخت‌ترین کارها اینجا اجاره کردن خونه، به خاطر اینکه اینجا ساخت و ساز خیلی کم انجام میشه و خونه‌های قدیمی اجازه ندارن که تخریب کنن، مثلا یه برج بسازن، فقط میتونن بازسازی کنن. به عنوان یه ایرانی موقع اجاره خونه چی رو باید در نظر بگیریم؟ بعد حواسمون باشه که سیفون دستشوییش تو کار نباشه یا تو کار باشه که بتونیم راحت شیلنگ بکشیم. توی آگهی زده 60 متر 3 اتاقه، یعنی خونه 60 متری 3 تا اتاق خواب داره؟ نه، یعنی 2 تا اتاق خواب داره با یه دونه هال. اینا هال هم جزو اتاق حساب میکنن. یکی از عجیب ترین چیزایی که تو خونه های اینجا دیدی؟ تو بعضی از خونه های اینجا که دستشویی همشون جداه، توی دستشویی چیزی به اسم روشویی وجود نداره که دستمون رو بشوریم، یعنی در رو باز می‌کنی یه توالته. تو بعضی آگهی ها زده بدون آشپزخونه، یعنی خونه آشپزخونه نداره؟ چرا داره، یعنی که کابینت و اینا نداره. شما بعد بری خودت کابینت رو بخری بیاری نصب کنی، بعد از اینکه از اون خونه هم خواستی بری بعد بکنی یا اینکه به بعدی بفروشی. یکی از تفاوت‌های خونه‌های اینجا با ایران؟ اینجا کلا تو خونه‌هاشون کولر ندارن، یعنی اصلا چیزی به اسم کانال کولر و این صحبت‌ها تعبیه نشده. تو بعضی آگهی‌ها نوشته خونه قدیمی ساز، یعنی چی؟ یعنی اینجا تازه از 70 سال به بالا رو میگن قدیمی، مثلا خونه‌ای که دیگه 20 30 سالشه خیلی جدید حساب میشه.